آرایش لب، صورت و ابرو از نخستین آمادگی‌های یک مدل افغان در کابل. محالواک با آن که می‌داند با فعالیتش در بخش مدلنگ بخشی از شهروندان افغان مخالفند، اما با آن هم صورت می‌آراید تا برای نمایش لباس آمادگی بگیرد. این دختر 18 ساله مدل افغان بیشتر علاقمند نمایش دادن لباس‌های افغانی است. هدفی که در پیش رو دارد این است که دختران مدل افغان بتوانند لباس‌های افغانی را در سطح جهان به معرفی بگیرند. اما آنچه برای محالواک و برخی دیگر از مدل‌های افغان ناراحت کننده است این است که بخشی از مردم افغانستان با این کار مخالفند. هنوز هم کسایی هستن که به نام مدل آشنا نیستن، حتی باز چی باشه به این که یک تجار بیه برای مدل‌ها سرمایه گذاری کنه در افغانستان. ولی چون اگر در خارج و در کشورهای دیگری باشه اونجا مدل خیلی ارزش داره، خیلی دوست دارن مردم اون را حمایت میکنن. ولی اگر افغانستان باشن همیشه شاید 50% مردم از ما حمایت کنن و 50% برخلاف ما هستن. اونایی که اصلا نمیفهمن که مدل یعنی چی. یعنی من نمیتونم از همه این توقع رو داشته باشم که مرا به حیث یک مدل قبول کنن در افغانستان یا مرا بپذیرن. هنوز هم اونا مخالف ما هستن. محالواک مانند ده‌ها دختر دیگر در افغانستان با چهره پرکشش اما با قدم‌های لرزان وارد دنیای مدلنگ شدند. آمدنش تا اینجا با صورت آراسته شده خالی از دلهره نیست. محال از آزارهای قصه می کند که بار بار در تاکسی با آن روبرو شده است. آزار و اذیتشان یک گونه‌ای نیست که من بگویم. گاهی وقتی بشینی او شیشه رو بر دور میتن که تو رو ببینن، گاهی وقتی که برش پیسه میتی به یک نوع دستت لمس میکنن. یعنی یک قسم میخوای به تو خود نزدیک بکنه که واقعا آزار دهنده است بسیار زیاد. ما خودم چندین بار با این چیزا روبرو شدیم دیدیم. افغانستان کشور است که مردمان آن بیشتر باورهای عمیق سنتی و مذهبی دارند. اینجا دقیقاً جایی است که فرخنده قربانی چنین برداشت‌های مذهبی شد. فرخنده حدود 3 سال پیش در اینجا به اتهام آتش زدن قرآن به دست شمار از مردان کشته شد. در چنین جامعه‌ای کار مدلنگ نیز با مخالفت‌های شدید روبرو است. لکه هغه خو ګوره اسلام شرع نظام سره بالکل لکه هغه مختلف دي کنه، هغه لکه بالکل هغه دي دغه په ضد دي. لباسای غربی باشه کفری باشه خود دیگه غیر اجازه ده. اسلام جایز نیست لباس دیگه. برخوردهای افراطی، نگاه‌های جنسی و جنسیتی و مرد سالارانه بودن جامعه افغانستان سبب شده که دختران کمتر به مدلنگ رو بیارند. در حال حاضر مانند محالواک شمار محدود دخترانند که در این بخش فعالیت می‌کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.